میگویند وقتی که شبدیز اسب خسرو مرد، کسی جرأت اینو نداشت که به خسرو بگوید که شبدیز مرد. از باربد خواهش کردن که چون شاه تو رو خیلی دوست می‌داره، تو یک تویی به شاه بگو. باربد هنرمنده، میاد در قالب آهنگی که شبدیز نامیده شد، این آهنگ رو برای شاه نواخت. وقتی تمام شد شاه گفت شبدیز هم مرد. یعنی اینقدر توانا بود در استاد. این خسرو هم اینقدر تفکر و فراست داشته است که از موسیقی فهمیده است که سخن از چه خصوص است. بله. زیرا اگر اون نمیفهمید، باربد هیچ وقت در برابر اون کار رو ارائه نمیکرد. زیرا هنر رو باعث برای کسی عرضه کرد که میفهمه. کسی که نمیفهمه که نباید براش هنر عرضه کرد. یکی دیگه از خاصیت وجودی هنرمند اینه که دلها رو به هم نزدیک میکنه. بله. و ما میبینیم که باربد بعد از 1400 سال دوباره ملت تاجیک، ایران و کسانی که با زبان پارسی و موسیقی منطقه خودشون سر کار دارن، دوباره کنار هم دیگه اومدند و نزدیک شدن. و هنرمند میتونه در جامعه اشتها رو بپیونده، اساس همدلی و پیوند بین انسان‌ها باشه. زیرا موسیقی همچنان که قبلا هم خدمت استاد عرض کردم، گوهر همزاد انسان‌های هر گل از خاکه. در هر سرزمینی موسیقیش با اون مردم به وجود اومده و مردم با اون موسیقی رشد کردن. موسیقی جزئی از خون و خاک ماست. پس این میتونه بهترین وسیله‌ای باشه که بین ماها پیوند بده و بین انسان‌ها. چه خوش است روزی که موسیقی زبان همزبانی مردم جهان باشه و همه دوست داشته باشن و کنار هم خوب زندگی کنن و با موسیقی لحظه ای از خود، از اطراف بیرون بیان و به طرف فرازستان، اونجایی که انسان با اندیشش پرواز میکنه، اونجایی که انسان با خدایی خودش میرسه، به اون طرف بره. زیرا موسیقی تواناترین و مهربانترین پیک و پیام میان عاشق و معشوق، میان دو دل داده و میان انسان هاست. اما موسیقی رو نباید فراموش کنیم که موسیقی اندیشیدن به انسان میده. من موسیقی رو دنبال کردم که اندیشیدن به انسان ها بده. و موسیقی رو که خواسته باشه برای لحظه‌ای فقط انسان خوشش بیاد یا حال کنه، به اصطلاح ما ایرانی‌ها که میگن حالی کردیم و لذتی بردیم، از اون دیدگاه من دنبال نمی‌کنم موسیقی رو. من موسیقی رو از دیدگاهی دنبال می‌کنم که اندیشیدن به مردم بده و لحظه‌ای از خودش بیرون بیاد و فکر کنه. زیرا انسان در فکر کردن ساخته میشه، در اندیشیدن راه کمال رو طی میکنه. من که رفتگری در موسیقی ایرانی بیشتر نیستم، فقط در طول این سالیان درازی که به این فرهنگ و به این هنر عشق ورزیدم، خیلی محدود، خیلی انگشت‌شمار تونستم از گوهرهای گنج ناکرانمند موسیقی ایران زمین خوش‌چینی کرده باشم و چیزایی رو به دست آورده باشم. زیرا اونقدر دامنه موسیقی به طور کل، حالا چه موسیقی ایران، چه تاجیک، چه هر موسیقی دیگه، اینقدر دامنش وسیعه که انسان هر چی هم کار بکنه باز به جایی نمیرسه.